درود بر آکادمی های عزیز. امروز اومدم در خدمت شما باشم و یه آموزش فوق العاده کاربردی از نرم افزار داوینچی. حتما شده که توی پروژهتون یه سری فایل باز نمیشه. این فایل‌ها ممکنه که حذف شده باشن یا جابجا شده باشن. من میخوام امروز بهتون آموزش بدم که چطوری اون فایل‌ها رو توی پروژه‌هاتون برش گردونید. بریم به نرم افزار. خب یه نرم افزار و این اتفاق که امروز افتاده رو میخوایم راه حلش رو بهتون آموزش بدیم. گاهی میشه که شما یه سری فایل ها رو گم میکنین توی پروژه هاتون، اونم به دلیل اینکه توی سیستمتون پاک شده یا اینکه لوکیشنش انتقال پیدا کرده. خب اولین کاری که میکنین تو قسمت میدیا پول میایین اون رو انتخاب میکنین، دیلیت رو روی کیبورد میزنین و ریموو رو در نهایت انتخاب میکنین که از قسمت میدیا پول حذف بشه. اونجا 100% شما تایملاین دارین، میتونین کلیک راست کنین روی تایملاین، از قسمت تایملاینز ریکون فرام مدیا استوریج رو انتخابش کنین و تو این قسمت این گزینه رو میتونین روی آل کلیپس انتخابش کنین و اگر حالا به فولدری مشکوکین اون رو انتخابش کنین یا اگر نه یک درایو انتخاب کنین. خیلی میتونه کمک کنه حداقل و به این صورت که حالا من خودم انتخاب میکردم. فایل نیم رو میتونین خب بیاین و تیک بزنین تو این قسمت و تو این قسمت کلا میتونین اطلاعات دقیق تری بدین، مثلا اینکه ویدیوتون HD بوده، فول HD بوده، 4K بوده و چی بوده رو میتونین بهش بدین، انتخاب کنین، طول عرضش رو بهش بدین، بیت دپ رو انتخاب کنین، مثلا چند بیت دپ بوده، فریم ریتش چی بوده و چند بوده به اصطلاح، و فایل فرمت حالا چی بوده، فرمت فایلش چی بوده، کدکش مثلا چی بوده که حالا کدکش رو میتونین مثلا کاستوم هم بذارین تا اگر مطمئن نیستین چی بوده تا خودش بره یه چیز کلی سرچ کنه. خب من اوکی میکنیم و میبینین که پیدا کرد و اینجا میبینین که فایلامون رو تونست پیدا کنه، موفق شد و برگردوندش به تایملاین.